یکم می 1994 پیست ایمولیا سن مارینو. ساعت 2:17. یه پیست خشک، هوای آفتابی و آماده است برای یک مسابقه هیجان انگیز. توی دور ششم پیچ تامبورلو وارد پیچ میشه با سرعت 310 کیلومتر بر ساعت و مستقیم برخورد میکنه به دیوار بتونی. تصویر ماشین ثابت، دوربین ها خاموش، تلویزیون جهانی قطع میشه. اونایی که توی پیست بودن میگفتن فقط صدای ماشین مایکل شوماخر بوده که میگذره و بعد سکوت مطلق. مارشال ها به سمتش میدوئن، میبینن تکون نمیخوره. سرش کمی مایل شده بوده به سمت راست و خون از زیر کلاهش بیرون زده بود. آخر هفته نحس برای یک ملت رقم میخوره. امید و آرزوی یک ملت مرده بود. مرگ او ساعت 6:40 عصر تایید میشه. همه کشور در شوکن. خب چون نه سیاست مداره و نه ممکنه خیلی از ماها اون رو بشناسیم، اما بیش از 3 میلیون نفر توی خیابونهای سائوپائولو گریه کردند از رفتنش و 5مین تشییع جنازه بزرگ تاریخ رو رقم زدند. قهرمانی که وقتی میبرد یک ملت نفس میکشید. آرتون سنا. سلام، خوش اومدید. امروز من میخوام با شما در مورد یک مفهومی صحبت بکنم که شاید خیلی کهنه به نظر بیاد، اما به نظر من داره از آینده با ما صحبت میکنه و اون مفهومیه به اسم برکت. خیلی نمیخوام در مورد این صحبت بکنم که باید موفق بشیم، باورهامون رو باور بکنیم، یا خیلی در مورد این که آدم‌ها براشون چقدر مهمه که شما موفق بشید حرف بزنیم با هم. به 2 دلیل. دلیل اول اینه که به نظرم خیلی برای آدم‌ها مهم نیست که ما آدم موفقی بشیم یا نشیم، و دلیل دوم اینه که بیشتر این حرف‌ها در مورد که ما سعی بکنیم آدم موفقی بشیم صرفاً خیلی زوم بکنیم روی این که شما باید خودت موفق بشی، دیگه نمیدونم باید پولدار بشی، باید کسب و کار خودت رو راه بندازی، اینها بیشتر اضطراب رو توی آدم ها تولید میکنه تا رشد. و به نظر من باید در مورد یک مفهوم خیلی عمیق‌تر با هم صحبت بکنیم، یک مفهومی که یک اثر تولید بکنه، یک اثر واقعی، و اون رو جلوتر توی زندگی یا توی کار یا توی هر بعدی از خود فردیتون اون رو ببینید. خیلی وقتها به ما گفتن که شما سعی بکن موفق بشی یا هدفهای فردی داشته باش و سعی بکن به اون هدفهای فردیت برسی. به نظر من اگر ما خیلی زوم بکنیم روی این که من باید موفق بشم یا خیلی هدفهام رو هدفهای فردی بذارم، توی بلند مدت آدم‌ها با من همراه نمیشن و شاید توی یک مقطعی از زمان یه عده‌ای دنبال ما راه بیفتند، اما به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته. اثر واقعی اینه که ما رو وارد بازی بکنیم، نه صرفاً من رو. بیایید در مورد زندگی با چاشنی برکت با هم صحبت بکنیم. اینکه فقط جلو رفتن توی زندگی خیلی ملاک مهمی برای موفقیت نیست. اینکه آدم‌ها دنبال ما راه بیفتند، یا اینکه اصلا مهمه که آدم‌ها دنبال ما راه بیفتند. اینکه شما فکر بکنید هرچی آدم‌های بیشتری دنبال ما راه بیفتند، ما آدم‌های موفق‌تری هستیم. به نظر من این یه دروغ خیلی بزرگه، چون ما داریم در مورد یک آینده‌ای صحبت می‌کنیم که اصلا ندیدیم و آینده رو. به نظر من بیایم بجاش از یک واقعیت مطلقی صحبت کنیم که اگر روی اون واقعیت مطلق بایستیم، توی لحظه و توی آینده میتونیم یک اثر خیلی خیلی واقعی رو خلق کنیم. و اون واقعیت مطلق اینه که از این به بعد از گفتن من فاصله بگیریم و به جاش ما بذاریم. و اگر شما این کار رو نکنید، یعنی یک مایی رو خلق نکنید، شما تبدیل میشید به یک آدم موفق، ولی صرفاً یه آدم موفقی که دارایی زیادی داره. یعنی چی دارایی؟ این شما زمین دارید، ماشین دارید، خونه دارید، پول دارید و اینها صرفاً مال خودته. اما ثروت واقعی یه نفع جمعی توشه، یه حس مشترک. شما شاید دوست داشته باشی زمینت گرون بشه، ماشینت گرون بشه،
اما به نظر من هیچ وقت دوست نداری بنزین مثلا مملکت روم بشه، چون که ثروت واقعی یک قالب جمعی داره، یک نفع جمعی داره. شما داراییت رو به ارث میذاری، اما ثروت واقعی از تو یک آدمی میسازه که یک اثر خلق میکنه، یه لیدر واقعی میسازه. و اینجاست که به نظر من مفهوم برند شخصی میاد وسط. شاید خیلی وقتا به ما گفتن که شما اون برند شخصی خودت رو بساز، خودت رو معروف بکن، نه از این بابت که بعد از این که برند شخصی رو ساختی، بعد از این که معروف شدی، تو بیای سود خودت رو داشته باشی. این هم یک دروغ بزرگ دیگه ایه که به ما گفتن. شما برند شخصی خودت رو میسازی، شما یک آدم معروف میشی که یک نفع جمعی بزرگتری رو خلق بکنی. و به نظر من شما باید یک آدمی باشی که یک کیک خیلی بزرگ رو میسازی که یه تیکه از اون کیک مال خودته، نه صرفا یک کیک کوچیک که همش رو برای خودت برداری. و این یعنی خلق یک برکت توی زندگیت، خلق یه حس مشترک توی زندگیت، تبدیل شدن به یک آدمی که یه اثر واقعی رو داری خلق میکنی. بیاین برگردیم به داستان آرتون سنا. چرا توی دل میلیون ها برزیلی جا شده بود؟ توی روزگاری که خود کشور برزیل دچار تورم و فقر و بی‌عدالتی شده بود، سنا تبدیل شده بود به یک قهرمان ملی، به یک غرور و امید برای مردم برزیل. همیشه پرچم برزیل رو توی ماشینش زمان مسابقات قرار میداد. اون روز حادثه هم پرچم برزیل کنارش بود. آرتون سنا تبدیل شده بود به یک نمادی برای همه مردم. یک جمله خیلی معروفی برزیلیا در موردش دارن، این بود که میگفتن که هر وقت سنا میبرد ما فراموش میکردیم که گرسنه ایم. توی ابعاد دیگه‌ای مثل کمک کردن از لحاظ کمک‌های مالی هم سنا به صورت پنهانی میلیون‌ها دلار کمک میکرد، مثل کمک به کودکانی که بی سرپرست بودن یا آموزش یا درمان. و این کارهاش تبدیلش کرده بود به یک آدمی که یک اثرگذاری خیلی زیادی برای مردمش داره، مردمی که اون زمان دچار مشکلات خیلی زیادی بودن. سنا بعدها که فوت میکنه متوجه میشن که یک مبلغ خیلی زیادی رو اختصاص داده به کمک هایی که باید به مردم انجام بشه و خواهرش توی یک بازه زمانی یک مؤسسه خیریه رو احداث میکنه و این مؤسسه همین الان بزرگترین مؤسسه غیر انتفاعی هست که کمک میکنه به کودکان در برزیل. 4 روز از مرگ سنا میگذره. کل کشور برزیل توی یک شوک قرار داره. دولت اعلام میکنه که 3 روز عزای عمومی، اما مردم نیازی به اعلام رسمی دولت نداشتن. از اون روز حادثه کل خیابون‌های برزیل پر میشه از اشک، گل و عکس. یه هواپیمای ویژه تابوت سنا رو همراه با یک پرچم زرد و سبز میاره برزیل. وقتی درب فرودگاه باز میشه، اونور فنس ها کلی آدم دارن دعا میکنند، کلی آدم دارن گریه میکنند. بچه ها منتظرند، پیرزن ها، پیرمردها، سرباز، فقیر و پولدار. همه یک جمله میگن سنا فقط یک قهرمان نبود، قلب ما بود. تابوت سنا وارد مجلس ملی برزیل میشه. بعد از اون روی یک کامیون با یک پرچم برزیل قرارش میدن، کنارش سربازها و اطرافش خانوادهش و روبروش میلیون ها نفر. از اونجا تا گورستان گرومبی انگار کل خیابون ها میشه یک رودخونه پر اشک. اون روز مردم برزیل امید، غرور و یک قهرمان ابدیشون رو از دست دادن. انگار مردم برزیل اون لحظه یتیم شده بودن. آرتون سنا رفت، ولی اثرش، ولی حسش، ولی برکتش برای مردم برزیل موند. اینجا با هم یاد میگیریم که اثر خلق کنیم. یه اثری که چاشنیش برکت، یه اثری که واقعاً توی قلب آدم ها اثر بذاره، مثل سنا.